دومین روز سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان به کابل با دیدار و رایزنی با معاون اقتصادی کابینه حکومت افغانستان، وزیر صنعت و تجارت، وزیر معادن، وزیر انرژی و آب و وزیر فواید عامه افغانستان همراه بود. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی کابینه حکومت افغانستان، در نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و هیئت همراه وی پیروزی جمهوری اسلامی ایران را در جنگ 12 روزه تبریک گفت و بر افزایش روابط اقتصادی بین ایران و افغانستان تاکید کرد. سیاست افغانستان عدم مداخله در امور دیگر کشورها و توسعه همکاری‌های اقتصادی بویژه با جمهوری اسلامی ایران است. ملا برادر گفت سیاست افغانستان این است که به چهارراه اقتصادی در منطقه تبدیل شود و در این مسیر همراهی ایران را لازم دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان نیز در این نشست از مواضع افغانستان در جنگ 12 روزه کشورمان با رژیم صهیونیستی قدردانی کرد. تشکر می‌کنم از مواضع برادرانه و محکمی که در قبال جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی بر علیه ایران مواضع محکمی داشتند و برادرانه از ایران و اسلام پشتیبانی کردند. وظیفه خودمون می‌دونیم که از مواضع محکم کشور دوست و برادر افغانستان تشکر کنیم. آقای عطابک همچنین از تمایل ایران به گسترش روابط تجاری با افغانستان گفت و افزود برگزاری 7مین کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور در پاییز امسال فرصت مناسبی برای ارتقای تجارت و حمل و نقل ریلی و جاده‌ای بین دو کشور است. توسعه همکاری‌ها و تعاملات بانکی، استفاده از زیرساخت‌های چابهار و افزایش جابجایی کالا از طریق خط آهن خاو-هرات، توازن در تجارت بین دو کشور و همکاری‌های معدنی از دیگر مواردی بود که در نشست دو هیئت مورد بحث قرار گرفت.